سلام. ساعت 3:22 نیمه شبه. یکی از سخت‌ترین شبایی که میشد و گذروندم. وقتی که فکرتون رئیس میره نمیذاره بخوابی، وقتی که یه عالمه پلن دارین برای برنامه ریزی کردن و گوشه ذهنتون ترس از شکسته که زغ میکنه. البته ما همیشه به این ترس از شکست نیاز داریم. همینه که ما رو شب نگه میداره. بیدار 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 تا فردای بهتری رو برای خودمون ترسیم کنیم. تمام تجربه های گذشته، فیلیرها، امبرسمنت ها رو جلو چشمتون میاره. تمام اشتباهاتتون رو به رختون میکشه. ولی الان با شما انگار کنار یه آتیش توی خنک‌های صبح یه جنگل نشستم و دارم حرف میزنم. برای رسیدن به یه جای بهتر، یه هدف بهتر، باید از کامفورت زونمون بیایم بیرون. باید از محیط امن و آرامشمون بیایم بیرون. و این علامت بدی نیست. شاید ظاهراً اذیتمون کنه. خواب از چشممون بگیره. مخمون، قلبمون رئیس بره. ولی این نشون میده که ما راکت نیستیم. راضی نیستیم. و داریم در جهت پیشرفتمون قدم برمی‌داریم. موفقیت تو حراج به دستمون نمیرسه. آسون به دستمون نمیرسه. شورتکات و هکی نداره. وودوشیت و مجیشنی نیست. پس باید براش هزینه کنیم. هم فیزیکی، هم ایموشنالی. همه جوره باید براش سرمایه گذاری کنیم. و شبایی که خواب به چشممون نمیاد یکی از اوناست. آره، هیجان زدم برای آینده‌ای که تصمیم گرفتم برای خودم بسازم. برای شیپی که میخوام برای خودم درست کنم. برای بدنی که میخوام سالم‌تر نگهش دارم. برای روزهایی که بیشتر میخوام زندگی کنم همراه کسایی که دوستشون دارم. هیجان زدم و این هیجان خواب از چشمام گرفته. کمی هم ترسیدم برای اینکه اگه نشه، اگه محدود بشه، تلاشم به خاطر سنم، به خاطر موقعیتم و دائم به خودم اینو گوشزد میکنم که نباید چیزی ما رو محدود کنه. به خودم یادآوری میکنم که هیچ چیز نمیتونه ما رو محدود کنه غیر از خودمون. غیر از ترس از شکست. غیر از اینکه نخوایم از محیط امن و آرامشمون بیایم بیرون.
هیچ کس نمیتونه ما رو متوقف کنه و این منو بیشتر هیجان زده میکنه. بیشتر قلبم ریس میره و مغزم شروع میکنه به کار کردن و نمیذاره که بخوابم. نمیدونم، یهو تصمیم گرفتم این لحظه های بیخوابی رو امشب با شما تقسیم کنم. بگم که تنها نیستید و ببینم که تنها نیستم. این تغییره، این شدنه، این باشیدنه، این عوض شدنه هزینه داره و ما نباید از هزینه کردن براش بترسیم. میدونید این برنامه‌هایی که برای خودمون میریزیم، این آرزوهایی که خیلی خیلی بزرگ تو ذهنمون تجسمشون میکنیم که باید هم بزرگ باشن، اینا کمک میکنه که زندگیمون از یک نواختی در بیاد، از رکود در بیاد. این بیخوابیا، این چشمای بیخواب، این دلای بیقرار کمک میکنه که این آرزوها آرزو نمونن، فراموش نشن، به خواب و به خاک سپرده نشن. چرا؟ چون وقتی اینجوری مغزمون بیدار میمونه تا برنامه بریزه، دیگه اونا آرزو نیستن، میشن هدف. و وقتی که حتی یه قدم به سوشون ور میداریم، حتما اون هدفها دست یافتنی میشن. و چی میشه اگه بهشون برسیم؟ وای، چی میشه اگه تو اون مدتی که انتظارشو میکشی بتونی اضافه وزنتو کم بکنی؟ چی میشه اگه بتونی بدنتو شیپ بدی؟ چی میشه اگه بتونی کرسی رو که داری میخوای و دست گرفتی تمومش کنی؟ چی میشه اگه بتونی بیزینسی که میخوای راه بندازی؟ چی میشه اگه بتونی کمک کنی که یکی راحت تر زندگی کنه؟ وای، چی میشه؟ فکر کردن به هر کدوم از اینا، به هر آرزویی که ممکنه تو دل هر کدومتون باشه، میتونه خون آدم رو حباب کنه، قلب آدم رو حباب کنه. مهم نیست که چند تا شب بی خواب میمونی، مهم نیست که چقدر ماسلامون درد میگیره، سر میکنه تو ساعتهایی که ورزش میکنی. مهم نیست، مهم اینه که چطوری به طرفش قدم برمیداری، چطوری کم نمیاری، چطوری ثابت قدم باقی میمونی. فقط باید قوی باشیم، محکم باشیم، به خودمون اعتماد داشته باشیم، به خودمون باور داشته باشیم. میدونی این باور چجوری به وجود میاد؟ همینجوری نمیشه که آدم به خودش باور داشته باشه. خب به چیه خودم باور داشته باشم؟ وقتی ما هدفمون رو کوچیک کوچیک میکنیم، وقتی به همون اچیومنت های کوچیک میرسیم،
وقتی یه قدم به هدفمون نزدیک میشیم به خودمون پروف و سند دادیم که میتونیم. اون وقت کی میتونه جلومونو بگیره؟ وقتی ما یه قدم به هدفمون نزدیک شدیم 10 تا دیگه نتونیم بریم جلو، 100 تا دیگه نتونیم بریم جلو. این پروفه، این پروفای کوچیکی که باعث میشه ما خودمون رو باور کنیم، سلف کانفیدنس داشته باشیم، قدرت بگیریم. همین قدم های کوچیک، همین موفقیت های کوچیک. مرسی که تو لحظه‌هایی که خواب از چشم من فرار کرده، تو لحظه‌هایی که هم مخم داره رئیس میره هم قلبم با من همراهی. برای همتون ساعتی سرشار از موفقیت، قدم‌های استوار، بدنی سالم، لبی خندون و سری پر امید آرزو میکنم. سبز باشید، سبز، پرشور، پر آرزو، پایدار. دوستتون دارم.